یه روز یه گاو پاش میشکنه. دیگه نمیتونه بلند بشه. دامپزشک میاد با چهره جدی میگه اگه تا 3 روز نتونه روی پاش بیسته، باید بکشیش. گوسفند که کنجکاو بود این حرف رو میشنوه. میره پیش گاو و با مهربونی میگه بلند شو، بلند شو. اما گاو هیچ حرکتی نمیکنه. روز دوم دوباره گوسفند میره سراغ گاو. بلند شو، رو پات وایسا. گاو تلاش میکنه ولی نمیتونه. روز سوم هوا گرفته است. گوسفند با نگرانی میگه سعی کن پاشی. امروز آخرین فرصته. اگه نتونی دامپزشک گفته باید کشته شی. گاو با 1000 زحمت نفس زنان بالاخره پا میشه. صبح روز بعد کشاورز وارد طویله میشه. با ذوق فریاد میزنه گاو رو پاش وایستاده. جشن میگیریم. و بعد با لبخند اضافه میکنه گوسفند رو قربونی کنید. و اینطوری بود که گاو زنده موند، ولی قهرمان داستان قربانی شد. گاهی تو این دنیا همون که بیشتر کمک میکنه زودتر میره زیر تیغ.